سلام دوستان، شما قرار دارید در کانال هکر پک و با شما هستم من دلجوی خطلان. امروزه ویدیوی ما درباره انالیز کردن جوسکی دیسک، یعنی که سنجیدن تمپراتورش و دیگر قسمهاش. خب برای ما لازم می شود ان همین پروگرام چنانه که در روی اکران میبینید ابیزاتلنا در پایان ویدیو سیلکش می شود. پروگرام را установка میکنیم. Русский, окей, далее установить. خوب منتظر میشویم تا اینکه برنامه ما установка شود. خب بالاخره установка شد، готово میکنیم. بعدا وارد میشویم به همین پروگرام. چنانه که میبینید برادرها 100% отлично کار کرده است. باز از اینجا میتونیم که تمپراتورش نفهمیم. سال تمپراتورا تکوشی تمپراتورا 46 سلسیا. سردنی تمپراتورا سگونی امروز رانه سردنی چند 46 است. максимальный температура сегодня 46. максимальный температура за все время 54. خوب از اینجا میتونید که برادرها تمام معلومات در برای جوسکی دیسک داشته باشید، یعنی که چگونه جوسکی دیسک شما کار کرده است. دوستان عزیز، اگر ویدیو با شما معقول شده باشد در کانال ابونه شوید، لایک مونید و در زیر کامنتاریا ویدیویی که میخواهید نویسید. باقی در پناه خدا باشید.